مثلا نماز میخوندم که خدای منو خوشگل کن. خیلی خوب کار کرده، هم خدا هم پزشک جراح زیبایی. پزشک و جراح نداشت. بابا یه کارایی کردی دیگه. نه به خدا. بوتاکس رو زدی. اواخر رفتم نه یه زاویه فک کوچولو زدم. تو هیچ کاری نکردی؟ چرا؟ تو چیکار کردی؟ جراحی نه ولی زیبایی چرا؟ منم کردم یعنی فکر نکنی الان شما رو انداختم گوشه رینگ. نه زاویه. منم زدم، من اخیراً گفتم کاری هم انجام دادی؟ بوتاکس زدی؟ برو شکایت کن دکتر. بوتاکس زدی؟ کوچیک‌ترین طرفدارتون چند سالش بوده؟ نوزاد تازه متولد شده. نوزاد چند وقته؟ چشاش نوزاد باز دیگه. نشده بود. نوزاد همون موقع بیمارستان اومده بود. بعد میگفتن طرفدار شما. باباش گفتم اون موزیکای شما رو میذاریم بغل گوشش گریهش قطع میشه. شاید مثلا گفته بابا تو رو خدا باشه گریه نمی‌کنم قطعش می‌کنم. دیگه داستان واقعی عجیب چی دارید برام بگید؟ دیگه یه بچه باباش آورده بود میگفت هنگوش. خب نگاه کنید بیشای قیاسی. تو صدا تو چیز می‌کنی؟ عقص کلوف می‌کنی؟ نه. الان یه ذره سعی کن با صدای عادی حرف بزنی. با چی داشتم با حرف می‌زدم تا حالا؟ خب نه آخه اینجوری که منم میتونم صدام اینجوری کنم. بکن اینجوری. الان با چی داشتم من با حرف می‌زدم؟ خیلی شبیه. آره. نه این صدای کلوف خودمه. این صدای واقعی دارم با تو. منم صدای واقعی خودمه. باشه هر کی صدای کلوف. من می‌خوام اینطوری صحبت کنم. آره هر کی قرار دعوا داری می‌ذاری شما. نه من آخه صدا مثلا اینطوریه. جدی دارم. این صدای خودم. بابا الکی داری میگی. نه بگو. برنامه‌تون چیه؟ خواننده میمونید؟ من زیاد شخصا عمر خوانندگیم طولانی نیست. کشاورز چی؟ آره واقعا شاید دامداری بزنم، گاوداری بزنم. کلا روستایی زندگی کردن دوستم. گاو زیاد دیدم ولی داری شد. تو که گاو زیاد دیدم. دستت منو نشون داد؟ نه خدا آگاه ولی گاو که زیاد دیدم. تو عراق مثلا محلهایی که بهت بگم اونایی که میدونن ابوذر کشتارگاه عراق بودی تو؟ آره. اونور سمت هپکو اینا؟ بودی؟ نه. من خیلی باید آره. خواهش میکنم. ببخشید اصلا حواسم نبود تو هم هستی. خواهش میکنم. منم سلام میکنم به امیر حسین جان.